قریب همه ساکنان دوشنبه نقاب طبی دارند، اما اکثرا این نقاب ها در جیب نگاه داشته می شوند و نه در روی. آن را بیشتر ساکنان برای وارد شدن به مؤسسه های دولتی، مغازه و نقلیات مسافربر استفاده می کنند. نصیب باشه کoronavirus کسل نیست در دوشنبه، همه سوخ سلامت. Нигде не был, только на улице был. И маску не носил, а так есть. ما در کشم даже نقابم هست. حاضر خیلی بود هوای تازه و کoronavirus چیکار میکن در خیلی بود هوا. مسئولان وزارت تندرستی اگرچه تاکید میکنند که رسما در بیمارخانه های یگان گرفتاری کرونا ویروس نیست و از غالبیت به کووید خبر میدهند، اما از چنین مناسبت ساکنان با نقاب اظهار ناراحتی میکنند. Вчера мы дали 4 положительных случая, из которых 2 دیروز ما 4 حالت مثبت را ثبت کردیم. 2 نفری آنها کسانی بودند که طریق مرز به تاجیکستان برگشتند. 2 نفر دیگر شخصانی بودند که طبابت امبولاتوری می‌گرفتند. در وزارت اظهار امیدواری میکنند که تا میانه‌های سال 2021 میشود پر را بر کرونا ویروس غالب آمد. واکسین زنی اهالی بر ضد بیماری کووید 19 هم به گفته آنها باید همان وقت شروع شود. آنها انجام همه مرحله‌های آموزشی را انتظارند و وعده می‌دهند که طبق توصیه‌های سازمان جهانی تندرستی واکسین بهترین را انتخاب و وارد خواهند کرد. تا وارد کردن تاجیکستان به برنامه همکاری‌های بین‌المللی آید به استحصال واکسن یا کوواکس، چین پیشنهاد داشت که تاجیکستان هم به دوره دوم و سوم آزمایش‌های کلینیکی شامل کرده شود، اما ما با در نظر داشت پهلوهای اتیکی و بی‌خطری این پیشنهاد را رد کردیم. با اظهارات‌های مقامات تاجیکستان درباره بیماری همگیر، بلاگر تاجیک رستم گولوف چندان باور ندارد. او یادآور می شود که مقامات وجود کرونا ویروس را تا زمان آمدن نمایندگان سازمان جهانی تندرستی پنهان کردند و آمار رسمی گرفتاران کووید هم به مراتب کمتر از تعداد غیر رسمی آن نشان داده شد. رسانه ها آمار رسمی یعنی همان آمار را استفاده میکنند که وزارت تندرستی و سازمان جهانی تندرستی پیشنهاد میکند. سازمان جهانی تندرستی هم به آمار وزارت تکیه میکند. همین یک معلومات که سرچشمه اساسیش وزارت تندرستی است در بین منبع‌های گوناگون دور میزند و سنجش درستی این اطلاع که مقامات رسما پیشنهاد میکنند خیلی مشکل است. کرونا ویروس نو به گفته مقامات در تاجیکستان تا کنون به بیشتر از 13,000 نفر سرایت کرده و 90 نفر را کشته است. طبق آمار غیر رسمی که در شبکه‌های اجتماعی گردآوری و نشر شده است، از سپتامبر سال 2020 بیش از 400 نفر در کشور از بیماری کووید 19 فوتیدند.